بسم الله الرحمن الرحيم. ارتق لأنك حافظ يا مسلما، ارتق إلى الفردوس تلقى المنعما، ارتق فإنك قد تعبت بحفظه وعملت فيه عاملا ومعلما، ارتق فإنك قد تعبت بحفظه وعملت فيه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کتاب الایمان، درس مشکات المصابیح در کتاب الایمان بخیر پیدا کنه. کتاب الایمان آماده شده؟ وقت ما ضایع نشه که نیم ساعت وقت داریم. کتاب الایمان. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. مقدمتا بسیار مختصر چند تا چیز براتون یاد میکنم. اولا کتاب الایمان در دیگه کتابا هم ما شما خواندیم، کتاب یک عنوان کلان است، یک عنوان بزرگ است. تحت این عنوان کلان عناوین کوچک به شمول ابواب و فصول می باشه. یک گپ دوم، صاحب مشکات المصابیح که با در درسای بعدی انشاءالله ایران بیان میکنیم که مجموع کتب در مشکات المصابیح چند کتاب است و در مجموع در کتاب مشکات المصابیح چند تا باب است، چند تا فصل است. در درس روز گذشته گفتیم که مجموع احادیث مشکات المصابیح از 5000 بالا هست. از اینمی مجموعه چند تا کتاب، اولا مشکات المصابیح کتاب الایمان در اول کتاب خود، بعد از حدیث مقدمه که سر حدیث بحث کردیم. عالی خو کتاب بزرگ است. اگر ما یک رساله در دعوت دوستای خود ما جور میکنیم، به خاطر اخلاص ما او حدیث در اول رساله ما بگنجانیم که ان عمر بن الخطاب رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم انما الاعمال بالنیات. ما در رساله خود از طریق امو حدیث اخلاص پیدا کنیم. عمل مخلصانه را الله قبول میکنه و یک عمل که مخلصانه قبول شود این انسان انشاءالله به جنت میره. با این لحاظ او حدیث صاحب مشکات در کتاب خود آورده بود. مقاصد در درس امروز ما بخیر شروع میشه. چرا کتاب الایمان مقدم ذکر میکنه؟ موضوع روشن است. اما اعمال موقوف است به ایمان، یعنی مدار قبولی اما اعمال صالحه ایمان است. اگر ایمان نباشه روزه چی؟ اگر ایمان نباشه زکات چی؟ یعنی اگر انسان ایمان نداره به الله، ایمان نداره به آخرت، ایمان نداره به حدیث جبرئیل که اینه میگه 5 تا سوال جبرئیل سوال میکنه، 4 تاش رسول الله صلی الله علیه و جواب میگه، این 4 تاش مربوط میشه به ایمان. اگر اینمی چی داره این نداشته باشه، به الله ایمان نداشته باشه، نه مسجد کار میه، نه حج کار میه، نه روزه کار میه، نه جهاد کار میه، چون ایمان را یک شکل رواجی انجام میده، شکل رواجی انجام میده. الله را نشناخته، پیغمبر را نشناخته، دین نشناخته، مثل دیگه مردم هم میره در مسجد نماز میخوانه، هیچ اعتبار نداره. با این لحاظ کتاب الایمان ارزش هزی را داشت که از دیگه کتابا کده ای مقدم ذکر شود. خب چیز دیگه که در اینجا ما باید بحث داشته باشیم، با او انشاءالله در ادامه ترجمه خود میگیم، خب از ذهن ما نبرایه. در این حدیث 2 موضوع مهم بیان میشه، یکی ایمان، یکی هم اسلام. ایمان در لغت به معنای تصدیق و در شرع یا در اصطلاح تصدیق پیغمبر در چیزی که پیغمبر او را آورده. ایمان در لغت به معنای تصدیق
باور کردن در اصطلاح یا در شرع تصدیق پیغمبر به دلیلی که پیغمبر وسیله شده. هیچ یادتان نره، این ایمان نه. دیگه زیاد سر تعریف های دیگه بحث نمیکنه که این تعریف بسیار جامع است. ایمان در لغت به معنای تصدیق و در اصطلاح یا در شرع تصدیق پیغمبر در چیزی که پیغمبر او را آورده من حیث دین از جانب الله. حالا بخیر شروع میکنیم. الفصل الاول. یک چیز متوجه باشه که کتاب بدرة الصلاة، رساله بدرة الصلاة فی مستخرجات احادیث مشکات، با در سر هر کتاب در مشکات متوجه باشه باب نداره. هر کتاب که آمده با شروع کرده الفصل الاول عن فلان. در مشکات امیر رقم طریقه است، در دیگه کتاب های حدیث باز فرق میکنه. مثلا در بخاری ما شما خواندیم کتاب الایمان باب اولش باب قول النبی صلی الله علیه وسلم بنی الاسلام علی خمس و هو فعل و قول و یزید و ینقص. سه ترجمه دار. باب اول کتاب ایمان صحیح البخاری. اما در کتاب مشکات المصابیح در کل کتابایتان چی نوشته کرده؟ چی نوشته کرده؟ کتاب الایمان. پشت سر چی داریم؟ الفصل الاول. اما این رساله والا زیبا چیز نوشته کرده، باب مانده. با پشت سر کتاب الایمان باب مانده. چی گفتم؟ ای باب و ذکر شعب الایمان و غیره. ذکر شعب الایمان و غیره. شعبات ایمان در این کتاب بیان میشه و غیر از شعبات ایمان اصول ایمان در این کتاب ذکر میشه. این باب که قلط من سلطان نوشته میکنه در مشکاتتان چه نوشته میکنه؟ ای باب شعب الایمان و غیره. شعب الایمان و غیره. یک کمک است که طال ما و شما در درسای مشکات اتو یک کمک ندیده بودیم. این کمک این رساله که تمام میکنه. با این رساله نوشته میکنه که در اینمی کتاب الایمان 43 حدیث هست. در کتاب الایمان چند حدیث داریم؟ 43 حدیث داریم. شامل چند مسئله است؟ شامل 4 مسئله است. مسائلش: مسئله اول اطلاقات ایمان، مسئله دومش شعب ایمان و خصال ایمان، مسئله سومش ایمان مدار نجات در آخرت و عصمت در دنیا. ایمان که بود نجات آخرت و نگهبانی در دنیا. از ایمان الله ما شما را دور ندارم. چهارمش مسئله چهارم ذکر اموری که منافی از برای اصل ایمان است. کدام کارا را کنیم که ایمان از پیش ما بره؟ نمی کنیم اون کارا را. مشکات به ما نشان میده، مشکات المصابیح، این کارا را کردی ایمانت سلب میشه. ما داریم علما میگه که نواقض ایمان دا چیز است. امروز ما در مقدمه ایرم در صحیح در چی داریم؟ در مشکات المصابیح داریم که در کتاب الایمان اونمو امور بیان میشه که بود انجام شوه ایمان از بین میره. منافی ایمان از ایمان نفی میکنه. چیزی بود که خواندیم. شروع میکنیم به عنوان حدیث اول از مجموعه بیش از 5000 احادیث مشکات المصابیح. حدیث اول از کتاب الایمان، حدیث دوم بعد از حدیث مقدمه. عن عمر بن الخطاب راوی حدیث گذشته ما عمر بن الخطاب بود. راوی حدیث ما هم ما اونمو موضوع را یک روز براتون گفتم. چه گفته بودم؟ که در هر حدیث 4 مباحث غالبا می باشه. مبحث اولش بیان رجالش که عمر بن الخطاب در درس گذشته ما بحث مختصری از عمر بن الخطاب داشتیم. موضوع دوم در حدیث تشریح الفاظ حدیث یا ترجمه خود حدیث. سوم چیز که حدیث کجاش با ترجمه الباب ارتباط داره. باب ما چی بود؟ بگوی بابا کتاب الایمان بابشه باب شعب الایمان و غیره. باب ماندیم امروز در کتاب الایمان. بعد از کتاب الایمان باب. با این باب چند تا فصل داره؟ 3 تا فصل داره. فصل اولش اینا شروع کردیم. راوی حدیث گذشته امام عمر بن الخطاب بود و راوی حدیث امام عمر بن الخطاب است. تشریح و ترجمه الفاظ حدیث ادی قرار است. یک داستان بیان میشه. پیش دیگه حدیث بیان بکنم باز در آخر حدیث موضح میشه که این کسی که در مجلس صحابه آمده بود
این کی بود که جبرائیل با خود حدیث بیانش میکنه؟ به خاطر چی آمده بود؟ به خاطر تعلیم دین آمده بود. این یک نکتهش مانده، چه زمان آمده بود؟ کدامتان یادتان است؟ در دیگه جای مشکات المصابیح خوانده، مام خوانده بودم، مام در ذهنم نبود. امی جبرائیل برای تعلیم دین در کدام سال آمده بود؟ در سال زنده باد، خودت تحقیق کرده دیگه و حدیث تشریح کرده. سال دوم هجرت در بعد از حجت الوداع. اون نموج جمع غفیر از مسلمان ها، از صحابه هست. اون نموج باید تعلیم دین بکنه و این تعلیم دین برای صحابه و تا زمان ما اینمی تعلیم دین باشه. سال دوم هجرت از حجت الوداع جبرائیل آمد، به خاطر دی که مجموع مردم در اوجه بود. باز جبرائیل یعنی اگر به یک نفر برسانیم خوب نیست که به 10 نفر برسانیم. به 10 نفر که رساندیم باز این دعوت ما اثرش تاثیر زیاد می باشه. عمر بن الخطاب رضی الله عنه متوجه به ترجمه حدیث باشه. قال عمر بن الخطاب میگو داستان رو بیان میکنه که در این داستان عمر هم شرکت کرده بود. بینما وقت از اوقات، زمان از زمانا، حالت از حالتا، نحن عند رسول الله، ما صحابه بودیم نزد رسول الله، جمع غفیر ذات یوم رود از رودا. اذ ناگاه طلع علینا، تشریف فرما شد بالای ما، رجل مرد، چند صفت دارد. طلع معنی دیر است که یک دفعه افته و طلوع میکنه. پیش از طلوع افته و دیده؟ ندیدیم. طلوع کردن یک کسی که از پشت دانه یک دفعه سر خدا بکشه، قبلا ندیده باشیش. در میدان هستیم، از دور ما ندیدیم اینمی شخص را که بیاید پیش ما، یک دفعه ناگانی پیدا شد. از این میشه که صحابه دقیق شوند، معلوم میشه که از جمع بشر موجود نبوده، بلکه از مخلوق نورانی بوده، یعنی جبرائیل بوده. از ناگاه طلع علینا، طلوع کرد، تشریف فرما شد بالای ما. چند صفت داره. رجل فاعل طلع، این رجل چه صفتا داره؟ مرد ناشناسه، شدید و بیاض ثیاب یک صفت، سخت بود کالای سفیدی کالایش. 2 شدید و سواد شعر، سخت بود سیاهی مویش. 3 لا یرا علیه اثر السفر، دیده نمیشد بالایش اثر سفر. مسافر که سفر به گرد و غبار در جانش می باشه، دیده نمیشد. 4 ولا یعرفو منا احد، نمیشناخت آن را یکی از ما. این تو یک شخص آمد که شناخت قبلی از ما صحابه در قسمت یدی نبود. 5 صفت ادب و مراد کرد. چقدر زیبا آدم اما ادب و مراد میکنه. چقدر کلانکار هستی، ادب و مراد کن. چقدر کلان هستی، ادب و مراد کن. چقدر که مولوی کلان هستی، ادب و مراد کن. اگر ادب و مراد نمیکنی متوجه باش که یک کلان نیستی. از جبرائیل که تو کلان هستی نیستی. پس سیکو جبرائیل کلان با این 4 صفت خود. صفت 5 چیست؟ حتی جلسه نشست الی النبی صلی الله علیه وسلم، پیش پیامبر اسلام، فاسند رکبتیه، چسبان زانوهای خدا الی رکبتیه، به زانوهای پیغمبر. ادب و مراد کرد، بسیار مؤدبانه. اما مجلس مراد کرد، رفت زانوهای خدا به زانوهای پیغمبر، چندک نشست، استادکایی گپ نداد، یک بغله خود ننداخت، عالم کبرکت خود نداشت، بسیار به ادب. اما تو 2 زانو به پیغمبر علیه السلام ششت. خواه و وضع کفایه علی فخذی، دیگر ادب مراد کرد، مان دستای خدا بالای کفای دستای خدا بالای رانای خود. امیر خم هر دو دست راست خود سر زانوی راست خود، دست چپ خود سر زانوی چپ خود. اما تو به ادب ششت. وقتی که ادب ششتن مراعات کرد، بعد از سوالای خود شروع کرد و قال، گفت چند سوال کرد؟ 5 سوال. چند تاش پیغمبر جواب داد؟ 4 تاش جواب داد. و قال، گفت یا محمد، سوال اول شروع شد، ای محمد اخبرنی عن الاسلام، خبر بده مرا از شعبات اسلام. ایمان چی گفته بودیم؟ لغتا تصدیق، شرعا تصدیق پیغمبر با دینی که پیغمبر از جانب الله آورده. اسلام تعریفش، اسلام در لغت به معنای انقیاد، تسلیمی مطلق. و در اصطلاح علما چی معنا کردن؟ انقیاد ظاهر،
به شرط انقیاد باطن. ظاهرت کت باطنت برابر. وقتی که گفتی لا اله الا الله یا گفتی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، اون مراد دل گفته باشی. علائم اسلامت باز ما و شما داریم احادیث بیان میشه. اسلام در لغت انقیاد مطلق، در اصطلاح انقیاد ظاهر، امرای انقیاد باطن. خب و قال یا محمد اخبرنی عن الاسلام، خبر بده مراد اسلام. قال جبرئیل، رسول الله اسلام گفت الاسلام اسلام است که ان تشهد ان لا اله الا الله، تو شهادت بیتی و به وحدانیت الله، و ان محمدا رسول الله، تو شهادت بیتی که محمد رسول الله هست. این میری کلمه شهادتین میگو. پیش ما خیلی آسان است، اما متوجه باشه که میگیم اشهد ان لا، ان تشهد ان لا اله الا الله، تو شهادت بی ان لا اله، ان لا اله، لا نافع ولا ضار ولا معز ولا مذل ولا معطی ولا مانع الا الله. اینی تقاضای ایمان یا تقاضای کلمه توحید است. از تقاضای کلمه توحید چیست؟ تصدیق بر رسالت پیغمبر و اشهد و ان محمدا رسول الله. اول از بناهای 5 بنای اسلام، بنای اولش اقرار به شهادتین یا توحید و رسالت. توحید و رسالت. 2 و تقیم الصلاة، برپا بداری نماز را، نمازی را که در اول سپاری 21 خواندیم. 3 و تؤت الزکات، بنای 3 ادای زکات بکنی. 5 و 4 و تقیم الصلاة 2 و تؤت الزکات 3 و تصوم رمضان، روزه بگیری روزه ماه مبارک رمضان، بنای 4 و بنای 5 و تحج البیت، حج بکنی خانه کعبه را، قصد کنی زیارت خانه کعبه را. ان استطاعت، اگر استطاعت داشته باشی، الیه به سوی خانه کعبه، سبیلا به اعتبار امنیت را. سوال اولی که کرد سوالگر، امی شخصی که 5 صفت داشت، امرای ادب مراد کرد، امرای استاد خود. سوال اولش امی بود و جوابش رسول الله صلی الله علیه وسلم داد. در مقابل جواب سوالگر گفت که صدقت، تو راست گفتی. قال امی سوالگر گفت صدقت، تو راست گفتی. عمر به ادامه سخن خود که تابعیش مربوط به سوالگر و جواب دهنده میشد، باز ابو گپ اولش که نحن عند رسول الله، اینی شخص آمد سوال اول کرد، رسول الله سلام جوابش داد، باز تصدیق کرد. فعجبنا، ما تعجب کردیم، حیران ماندیم. له، برای سوالگر، یسأله، سوال میکنه، و یصدقه، تصدیقش میکنه. چرا؟ قاعده ای است کسی که سوال میکنه جوابش داده میشه، قناعتش فراهم میشه. برای جواب دهنده با نمیگه که تو راست گفتی. راست گفتن این معنای دیره میته که میفهمه. ما از سوالش تعجب کردیم و از تصدیقش تعجب کردیم. از سوالش تعجب کردیم که نافهم بود، از تصدیقش تعجب کردیم که فهمیده بود. انشاءالله مطلب گرفته. سوال اول. سوال دوم مطرح میشه به پیامبر سلام. قال گفت فاخبرنی عن الایمان، خبر بده مرا از ایمان، که ایمان چه چیزی داره. اسلام چند چیز که خود داشت؟ 5 چیز. یادداشت بگیری پیشتان. از ایمان برای ما خبر بده. قال رسول الله صلی الله علیه و در جواب سوالگر گفت ان تؤمن بالله، یک، ایمان داشته باشی به وحدانیت الله. 2 و ملائکت، ایمان داشته باشی به ملائکه الله. متوجه باشی ملائکه از کتب کده مقدم شده. جبرئیل کتاب آورد دیگه، پس اول جبرئیل بود با کتاب، دوم ذکر شد، جواب شد. متوجه شده چرا اینجا مقدم شده در ایمان؟ بعد از ایمان به الله چی مقدم اینجا ذکر شده؟ ملائکه الله. به خاطر که جبرئیل از جمع ملائکه قرآن بر رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل کرد. ان تؤمن بالله، تو ایمان بیاری به الله.
دو و ملائکت ایمان به ملائکه های الله بیاری و کتب ایمان به کتاب های الله بیاری و سه چار و رسول ایمان به رسول های الله بیاری و الیوم الاخر پنج ایمان بیاری به آمدن روز آخرت و تؤمن بالقدر تو ایمان داشته باشی به تقدیر خیرهی که او تقدیر مربوط شوه به خیر و شری او تقدیر مربوط شوه به شر یعنی خوبی ها و بدی ها خیر و شر همگیش مربوط میشه به تقدیر. موضوع است که بین ابوبکر و عمر اختلاف شده چنانچه این اختلاف بین جبرائیل و میکائیل بوده و قول ابوبکر و قول جبرائیل قوی بوده در کتاب های عقاید که ما شما خواندیم. خواه سوال دوم متوجه به رسول الله صلی الله علیه وسلم و از طرف رسول الله صلی الله علیه وسلم برای سوالگر جواب. در ایمان چند شعبه ذکر شد؟ چند شاخ ذکر شد یا چند اصل ذکر شد؟ 6 تا یاد داشت بگیرید. قال سوالگر گفت صدقت راست گفتی. قال سوالگر گفت فخبرنی. سوال سوم متوجه به رسول الله صلی الله علیه وسلم شد. فخبرنی عن الاحسان. خبر بده مرا از احسان. ذکرش احسان مرادش اخلاص. متوجه باشید ما در قرآن عظیم‌شان میخوانیم که انا لا نضیع اجر المحسنین. ما اجر نیکوکارا را ضایع نمیکنیم. اینمون نیکوکارا کسایی است که من عمل صالحا و در دیگه آیات قرآن عظیم‌شان داریم. خب وقتی که یک انسان عمل مطابق به شریعت را انجام داد اونمو عمل نیک است. این عمل نیک چه وقت به درجه قبولی میرسه؟ این ذکرش احسان مرادش اخلاص. این میغرد است. اگر یک انسان عمل را انجام بده عمل بد باشه ده او خودش شک نیست که قبول نمیشه. در پهلوی که او عمل بد قبول نمیشه برای عامل عمل بد جزای سنگین است. ولی او نمو کسی که عمل صالحه را انجام داد در مقابل عمل صالحه اخلاص نشان داد این میشه که ذکرش احسان مرادش اخلاص. رسول الله صلی الله علیه وسلم سوال سوم متوجه شد. سوالگر سوال سوم برش مطرح کرد گفت که احسان چیست؟ اخلاص چیست؟ بنده و الله چقدر اخلاص داشته باشه؟ قال جبرئیل جوابش گفت جواب سوم هم داد گفت ان تعبد الله. اخلاص این است که برای مخاطب خطاب میکنه برای سوالگر برای سائل که ان تعبد الله تو عبادت الله را بکنی که انک تراه مثل دی که تو الله را ببینی. یعنی اینمی عمل را که تو انجام میدی چنان ای را انجام بیتی که الله را بالای خود و در عمل خود حاضر و ناظر بدانی. حدیث ما یک شما در سجده که بوده به الله خیلی قریب است زیاد دوجه الله را به پاکی یاد بکنه. خب صحیح شد که اینمی انسان اخلاصش تا مو درجه باشه. از اینمی سوالگر تا نمو درجه اخلاصش باشه به الله که الله را عبادت میکنه چنان الله را عبادت بکنه که الله را ای خودش میبینه بدون شک که ای خود الله را دیدن نمیتونه. وقتی که ای الله را دیدن نتونست خیر اخلاص از دست بده او را هم جوابش گفت فین لم تکن تراه. اگر تو نبوده ای مخاطب ببینی الله را با توانی که تو نداری با قوتی که تو نداری او توان و قوت به تو داده نشده که تو الله را در عبادتی که الله را میکنی ببینی. موسی دیدن نتونست دیگه کسا دیدن نمیتونه. فانه یراک. عبادت ترک نکنی. علمای حدیث هم تو بیان کردین عبادت الله را بکنی به چه شکل؟ فانه یراک. الله تو را میبینه وقتی که الله مراقب تو است الله را درست در نمازت عبادت بکن. واقعا همین عبادت که در حدیث ما میخوانیم ما در نمازهای خود امید تو الله را عبادت بکنیم و همین نماز ما قبول نمیشه. امون نماز نمیباشه که ان الصلاه تنهی عن الفحشاء والمنکر. شرطش امیت که ما در نماز اخلاص داشته باشیم. قال سوالگر سوال سیومش هم جواب داد گفت که فخبرنی عن الساعه. سوال چهارم میکنه. سوال چهارم پیغمبر جواب داده نمیتونه. موضوعی است که از علمش بالا هست. موضوع غیب است. موضوع غیب در توان پیغمبر نیست. فخبرنی عن الساعه. خبر بده مرا از قیامت. علما میگن ساعت را ساعت میگن یعنی از وقت قیامت.
که یعنی چه وقت قیامت میآید، چه وقت قیامت میآید، قیامت چه وقت میآید. و باز میگن که ساعت را ساعت میگه به خاطر ازی که لوقوعها بغتتن، یک بارگی ناگانی بدون تیاری تو به قیامت یک دفعه این واقع میشه. با این لحاظ ایره چه میگن؟ ساعت میگن. فخبرین عن الساعه، خبر بده من از قیامت. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت مل مسئول، نیست سوال کرده شده یعنی پیغمبر، عنها در ارتباط دقیق وقت قیامت به اعلم، عالمتر من السائل، از سوالگر کرده. که مرقات و دیگه شروع مشکات المصابیح نوشته کردن که همچه سوال از جبرئیل عیسی علیه السلام کرده بود، برعکس موضوع. این سوالات جبرئیل از رسول الله صلی الله علیه و میکنه، اما عیسی از جبرئیل سوال کرده بود. در اوجا هم معلوم میشه که درجه رسول الله صلی الله علیه و سلم از عیسی علیه السلام کده بالا هست. با در اوجا جبرئیل برای عیسی علیه السلام گفته بود که از ما سوال کردی، از چی دا گفتم برات، اما در مورد وقت قیامت ما علم ندارم. قال سوال پنجم متوجه به رسول الله صلی الله علیه و سلم میشه، سوال پنجم جواب میگو فخبرنی عن اماراتها، خیر از خود قیامت که به ما خبر داده نتونستی، تو هم در این مورد عاجز هستی، ما هم عاجز هستم، این علم قیامت را نه ما دارم نه تو داری بغیر از الله، خیر به ما خبر بده از علامات قیامت. اماراتها، امارت و امارت، امارت امیری را میگو، کلانی را میگو، امارت علامه را میگه. از علامات قیامت به ما خبر بده. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، بله این ما میگویم، ان تلد الامه ربتها، تولد بکنه کنیز ان تلد الامه، تولد بکنه کنیز ربتها، بیبی خود را یا مادر خدا. تفسیرهای زیاد شده، یک تفسیری که همیشه در ذهن ما بونه، ذکرش امه مرادش دختر، ربتها ذکرش ربه مرادش مادر، یعنی روزی شوه که باز دخترها جای مادرها را بگیره، مادرها بیچارا جای دخترها را بگیره. اما پیش از علامات قیامت این رقم می باشه، دختر زیر فرمان مادر می باشه، باز مادر زیر فرمان دختر نمی باشه. روز میشه که دخترها جای مادرها را میگیرن و فرمان روا فرمانده می باشن، مادرها فرمان روا می باشن که باز فرمان قبول میکنن. این از علامات قیامت است که دخترها جای مادرها را بگیرن، مادرها جای دخترها را بگیرن، یعنی مادرها زیر تاثیر دخترها باشن، با دخترها زیر تاثیر مادرها نباشن. یک ترجمه ساده و آسانش است. دو، و انتر الحفات، تو ببینی پایلوچاره، اشاره به اونمی حالت فقر و بیچارگی ادی مردم، العرات تن لچاره، العالت فقراره، رعاء الشا گوسفندچراناره، که اینمی گوسفندچرانایی صفت هم داشته باشن، پایش لط می باشه، لباس با موقع پیدا کردن نمیتونه بدن خود بپوشانم، فقیر می باشن. اینمی ها حالتایشان که امروز به می حالت است، اما رود میشه که یا چی کسایی میشن، یتطاولون فی البنیان، فخر میکنن در مقابل یک دیگهشان در ارتفاع او قصرهایشان، یکشان در مقابل دیگهشان باز چی میکنن؟ ضد میکنن، باز یکشان در مقابل دیگهشان از اینمی رواجا کار میگیرن، قصرهای خدا بلند میکنن، باز وقتی که ششتن در مجالس و محافل با میگن قصر من با دیزاینش با دیزاین فلان قصر خارجی هست، مثل که امروز با شما میبینیم فقیرا، مسکینا، گوسفندچرانا، شترچرانا، مردمایی که باید لقمنان محتاج بودن، از کوهها و از بیابانها و از کجایی که هیچ امکانات نبود در شهرها بلند منزلها ساختن و در مقابل یکی دیگهشان با این بلند منزلایشان فخر میکنن. یا علامات قیامت، علامات صغرای قیامت از ما شاهدش هستیم. صداقت پیغمبر دمی هم معلوم میشه، معجزه پیغمبر دمی معلوم میشه. الله وحیاً به پیغمبر گفته بود
قال راوی حدیث که عمر ابن الخطاب است او میگو که ثم انطلق، همین شخصی که 5 سوال کرد پیامبر سلام 4 تاش جواب داد 1 تاش جواب نداد ای رفت. فلبست مليا، عمر میگو که من زمان طولانی را سپری کردم و درنگ کردم، هیچ سوالی به ما پیدا نشد، هیچ سوالی دقیق هم نشدم که من میگفتم امی کی بود، این صفاتی را داشت، این چند سوالای مهم را داشت که ما به این متوجه نبودیم قبلا، این کی بود. باز میگه که ثم قال لی یا عمر، رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از مدت زمانی به ما گفته عمر اتدری تو دانستی من سائل سوالگر کی بود؟ قلت گفتم الله و رسول و اعلم، الله و پیغمبرش عالم است. ببین در این میگه نفع ادی شد که صحابه یعنی علم الله و علم پیغمبر ندارن و پیغمبر با علم الله را ندارن. از اصول حدیث که بیان میشه، از اصولی که در این حدیث هست، نفی علم غیب شد از پیغمبر و از اصحاب پیغمبر. فإنه جبرائیل، ندانستی او جبرائیل بود، اتاکم آمد به شما یعلمکم دینکم، تعلیم میداد به شما دین شما را. این مسلم ذکر کرده، نمبر حدیث در مسلم 8م نمبر است. با نمبر 2 حدیث که در درس امروز میخوانیم باقی مانده دمی حدیث است و رواه ابو هریره ما اختلافا. حدیث ما در نمبر 2 راویش عمر داشتیم. با این حدیث را ابو هریره هم روایت کرده، امرای کم اختلاف. با در روایتی که ابو هریره روایت کرده و فیه یک چیز اضافه شده، اذا رأیت ای مخاطب تو ببینی الحفات پایلوچارا، العرات تنلوچارا، از سم کرار از حق، البگنگار از قبول کردن حق، ملوک الارض پاچه های زمین شوند. این هم از علامات قیامت است. هیچ علم نداره اما کلان مردم شده، هیچ ذره از قرآن و از حدیث و از فقه از عقاید در قلب یدی نیست، اما بیبی که نماینده مردم شده، کلان مردم شده، رئیس مردم شده، وی سفید مردم شده، مولای مردم مسجد امین میاره، مولای مسجد امین میکشه. این از علامات قیامت است. دیگه زیاد خفام نباشه و زیاد اختیارم به مردم نده که حالا به نام علامات قیامت هر مفسد هر فساد بکنه. مسئولیت ما و تو چی؟ فی خمس، در 5 چیزی که این به نام مغیبات خمسه یاد میشه. مغیبات خمسه ما شما در کجا خواندیم؟ در اخیر سوره لقمان، لا یعلمهن الا الله، 5 چیز را نمیدونه غیر از الله. ثم قرأ خان رسول الله صلی الله علیه وسلم استشهادن و استنادن ان الله عنده علم الساعه، نزد الله علم دقیق قیامت است. و ينزل الغیث، نازل میکنه الله باران. چه وقت؟ دقیق علم نزول باران پیش الله. الله متفق علیه. با این روایت هم در بخاری است هم در مسلم. در بخاری نمبر 50 حدیث است، در مسلم نمبر 2 حدیث است. فایده حدیث ماند، وقت ما پوره شد. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى. أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين